سلام و عرض ادب. تو این ریل میخوام بخش خیلی کوچیکی از جلسه 9 دوره جامعه پالایشگاه نفت خام رو که عنوانش مروری بر پالایشگاه هست رو توضیح بدم. در ابتدا یک تقسیم بندی از واحدهای پالایشگاهی داشته باشیم. دسته اول واحدهای جداسازی یا separation units هستند. تو این دسته هدف فقط تفکیک اجزای نفت خام به برش‌های مختلف بر اساس نقطه جوش و بدون تغییر توی ساختار شیمیاییشونه، مثل تقطیر اتمسفریک و تقطیر در خلا. دسته دوم واحدهای تبدیلی یا کانورژن یونیتس هستند. تو این واحدها ساختار و اندازه مولکول‌های هیدروکربنی شکسته میشه و تغییر میکنه تا مواد سنگین و کم ارزش به محصولات سبکتر و با ارزشتر تبدیل بشن، مثل واحدهای کراکینگ کاتالیستی، هیدروکراکر و کوکسازی. دسته سوم واحدهای تبدیل ساختاری یا بهبود عدد اکتان هستن که بهشون میگیم واحدهای ریارنجمنت یا آپگریدینگ یونیتس. تو این واحدها هدف تغییر آرایش مولکول‌ها برای بهبود کیفیت سوخت هستش، مثل واحدهای ریفورمینگ کاتالیستی، آیزومریزاسیون و آلکیلیشن. دسته چهارم واحدهای تصفیه و بهبود کیفیت هستند که بهشون میگیم تریتینگ یونیتس. این واحدها برای حذف ناخالصی‌ها و رسوندن محصولات به استانداردهای مصرفی یا استانداردهای مناسب برای واحدهای دیگه استفاده میشن، مثل تمامی واحدهای هیدروتریتینگ که میتونه شامل کروسن هیدروتریتر، ویرجین نفتا هیدروتریتر، کرک نفتا هیدروتریتر، رزیدوآ هیدروتریتر و واحدهای دیگه بشه. و در نهایت واحدهای جانبی و پشتیبانی که بهشون auxiliary and off-site facilities میگیم که در کنار واحدهای اصلی قرار دارن و هدفشون کمک به واحدهای اصلیه، مثل واحدهای تولید بخار، واحدهایی که وظیفه خنک کردن آب رو بر عهده دارن، واحدهای تولید هیدروژن، سیستم فلر و تصفیه پساب. حالا به معرفی تک تک واحدها میپردازیم. این نکته رو بگم که توی دوره جامعه پالایشگاه نفت خام به آموزش تمامی واحدهای پالایشگاهی با جزئیات بسیار بالا پرداختم. واحد اول واحد تقطیر اتمسفری یا اتمسفریک دیستیلیشن یونیت هستش. توی واحد تقطیر اتمسفری یا کرود دیستیلیشن هدف تفکیک نفت خام بر اساس نقطه جوش هستش. نفت خام که از طریق پایپلاین به مخازن پالایشگاه وارد شده، بعد از جداسازی نمک و آبش به عنوان خوراک وارد واحد آدیو یا همون تقطیر اتمسفری میشه و به LPG، نفتا، برش جت، ویرجین دیستیلیت، گازوئیل اتمسفریک و در نهایت باقی مونده اتمسفریک تفکیک میشه. باقی مونده برج اتمسفریک از زیر برج خارج میشه و به عنوان خوراک وارد واحد تقطیر در خلا میشه. واحد دوم واحد وکیوم دیستیلیشن یونیت ویدیو یا تقطیر در خلا هستش. توی این واحد هم مجددا تفکیک صورت میگیره، ولی در خلا که توسط ایجکتور ایجاد میشه. به واسطه خلا برای تفکیک اجزای سنگین تهمونده اتمسفری نیاز به دماهای خیلی بالا نیستش و از کراکینگ حرارتی ناخواسته به این ترتیب جلوگیری میشه. خروجی‌های برج وکیوم لایت وکیوم گسوئیل و هیوی وکیوم گسوئیل هستند که خوراک‌های اصلی واحدهای تبدیلی مثل FCC و هیدروکرکر محسوب میشن. تهمونده برج خلا هم به عنوان سنگین ترین جریان به واحد کوکسازی تأخیری میره، چون دیگه با تقطیر قابل تفکیک و ارزش سازی نیستش. واحد سوم واحد کوکسازی تأخیری یا دیلیت کوکینگ یونیت هستش. باقی مونده خلا یا وکیوم باتم به عنوان خوراک به واحد کوکسازی تأخیری ارسال میشه. این خوراک بعد از گرم شدن توی کوره وارد کوک درام میشه و به بخارات هیدروکربنی و کوک جامد تبدیل میشه. این بخارات سپس به گازوئیل های کوکر که لایت کوکر گسوئیل و هیوی کوکر گسوئیل هستن تفکیک میشن که به عنوان خوراک به واحدهای دیگه مثل FCC و هیدروکرکر هدایت میشن. کوک تولیدی هم توی کوک درام تجمع پیدا میکنه و طی بازه‌های زمانی توسط واتر جت برش داده میشه و تخلیه میشه. از این کوک برای ساخت آنودها، الکترودها و سوخت استفاده میشه. و اما واحد چهارم واحد شکست کاتالیستی بستر سیال فلودایز کاتالیتیک کرکینگ یا FCC هستش. خوراک های گازوئیلی مثل لایت وکیوم گسوئیل و هیوی وکیوم گسوئیل حاصل از واحد تقطیر خلا وارد راکتور واحد FCC میشن و در حضور کاتالیست به صورت سیالی به محصولات سبکتر شکسته میشن. محصولات واکنش از بالای راکتور خارج میشن و به برج تفکیک این واحد ارسال میشن و در اونجا
برش‌های اصلی از همدیگه تفکیک میشن. درایگس، LPG و نفتای FCC که مهمترین محصولات واحد FCC هستن به سمت واحدهای گازی میرن تا خالص‌سازی و تصفیه بشن. نهایتاً بنزین که توی این واحد بهش میگیم کرک نفتا، جهت تصفیه و کاهش مقادیر گوگرد و ترکیبات دیولفینی وارد واحد کرک نفتا هیدروتریتر میشه و نهایتاً در گسولین پول پالایشگاه ریخته میشه. LPG هم توی برج دی پروپانایزر به دو جریان پروپیلن و جریان نورمال بوتان، بوتیلن و آیزوبوتان تفکیک میشه که به عنوان خوراک به واحد سولفوریک اسید آلکیلیشن منتقل میشن. جریان پروپیلن هم به واحد PRU یا پروپیلن ریکاوری یونیت که معمولا توی پتروشیمی ها قرار داره ارسال میشه تا پروپیلن بازیابی و خالص سازی بشه و نهایتا به محصولات پلی پروپیلنی ارزشمند تبدیل بشه. ادامه واحدها رو در ریل بعدی بررسی میکنم. سرفصل‌های دوره جامع پالایشگاه نفت خام رو هم میتونید توی این اسلاید ببینید. خدا نگهدار.